الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله تعالى می فرماید وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آیت 153 سورة الانعام. در این صورت گفتیم که آیت های بعدی در ارتباط توحید و الوهیت بیان شد. در آیت الله باز آیت های احکام نهی و امر و نهی از شرک بود، امر به عبادت و طاعت بود، به توحید بود. در بعض احکام دیگه هم که حقوق العباد بنده ها بود الله بیان کرد. حال داخل میگه که وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. یقینا الله میگه بدون شک هذا صراطی، اینمی احکام قوانین که بیان شد قرآن اشاره به قرآن است و تمام احکامش صراطی راه ما است. الله میگه مستقیما یعنی برابر است، واضح است، روشن است. انسان به هدف واقعی که الله تعیین کرده به هدف پاک میرساند، به خوشبختی میرساند، به نعمت و جنت ها. فتبعوه پس فقط تابعداری کنین امیر را، یعنی رای الله را. سعی کنین کامیابی در اتباع عمل میگه، عمل بکنین به این. اتباع در عمل میشود، تن و عقیده نمیشه. یعنی چیزی که الله دستور داده او را عملی کنین. یعنی از قرآن هم تابعداری میشه، از حدیث هم میشه. ولا تتبعوا السبل فتفرق. که در قرآن میگه فتبعوه در ارتباط پیامبر الله در سوره آل عمران میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگو اگر شما میخواین محبوب الله شوین، محبت با الله بکنین و الله شما را دوست بداره، فتبعونی تابعداری مرا کنین. تابعداری یعنی از قرآن سنت. اینجا هازا قرآن میگه، نی از پیامبر یعنی سنت پیامبر، فعلا هدایات پیامبر، امر و نهیش، اقوالش. فتبعونی یحببکم الله. الله باز محبت میکنه با امرایتان و یغفر لکم ذنوبکم، گناه شما را میبخشه. در اینجا الله می فتبعو تابعداری، یعنی قرآن تنهایی نیست که برای لفظش بخوانی خلاص معنایش یاد بگیرین. معنا و علم قرآن به این خاطر است که عمل کنین. ولا تتبعوا السبل تابعداری نکنین دیگر راه را. الله می غیر از راه مستقیم قرآن اسلام دیگر راه است. دیگر راه است، راه کفری است، و راه مثلا کمونیسم است، یا نظام است، قانون است، عقیده داره دیگر نظام، یا ایدئولوژی کاپیتالیسم است، سکولاریسم است، یهودیت است، نصرانیت است، مجوسیت است، هندویسم است، زرتشت است و بسیار ادیان باطله و بسیار نظام های کفری است. ولا تتبعوا السبل الله می تابعداری دیگر راه را نکنه، اجدار میته، خبردار. فتفرق بكم عن سبیلی، و جدا میکند شما را از راه الله، دورتان میکند از دین الله، از نظام الله، تباه میشین، برباد میشین. این دیگه تا ایگام تا میگم من هم دموکرات هستم، هم مسلمان، هم اسلام قبول دارم، هم دموکراسی را. این مسلمان نیستی تو، این اسلام نیست، دموکراسی نظام کفر است. هم میگه کمونیسم قبول دارم، اشتراکیت قبول دارم، هم اسلام. چی میشه کافر میشی. چی میشه؟ هم یهودیت قبول دارم، هم مسیحیت قبول دارم، هم زرتشت قبول دارم و هم اسلام. کافر میشی، کفر هستی. ولا تتبعوا السبل الله میگه راه دیگر راه را تابعداری نکنین. فتفرق جدایتان میکنه شما را دین الله، کافرت میکنه. ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. الله میگه احکامی که بیان کردیم الله شما را حکم قاطع میکند، وصیت حکم قاطع میکند لعلکم تتقون، تا که شما متقی شوین، یعنی اجتناب بکنین از کفر، شرک، گناه ها و زشتی ها و با آنچه که الله دستور داده، قانون نازل کرده قرآن، با عمل بکنین. متقین میره میگه که هر حکم الله را، هر قانونش عملی کن و از هر چیزی که الله حرام کرده، ممنوع کرده، از او اجتناب بکند. اینی را متقی میگه. حال میفرماید که شرح کتاب می و قولی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی قال القرطبی. این تفسیر از این تفسیر آیت علامه قرطبی را قولش میاره الجامع الاحکام، بسیار یک تفسیر معتبر است. کام قرآن تفصیلی بیان کرده تا حد زیاد. علامه قرطبی میگه هذه آیه عظیمه، یک آیت بزرگ است.
یمی آیت ان هذا صراطی بزرگترین است، یعنی بسیار مهم آیت است. عطف علی ما تقدم، الله این عطف کرده با ما تقدم و ان میگه واو عاطفه را آورده. با آیات دیگه که ولا تقربوا مال الیتیم قل تعالوا واتلوا ما حرمه با او عطف کردگی است. چرا؟ فانه نهی و امر و حذر عن اتباع غيره، فانه نهى وامر وحذر عن اتباع غیر سبیلی علی ما بینته الاحادیث و اقاویل السلف. فانه نهى بخاطر که میگه الله نهی کرد شرک نکنین. الله قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا بشیء و امر کرد که مثلا واوفوا الکیل و غیره و غیره. و حذر ترسانید از اتباع غیر سبیلش، امر کرد به اتباع قرآن دستور خود و انسان ها را ترسانید الله در این آیت از تابعداری غیر سبیلش. غیر سبیلش چی؟ غیر راه الله، غیر دین الله. علی ما بینته الاحادیث، با آنچه که میگه احادیث صحیح را توضیح دادگی است و اقاویل بیان های سلف، گفته های سلف، یعنی ازی فهمیدم سلف یعنی صحابه که آنچه که دینی نمیست که قرآن پیامبر توضیح میته و سلف صالح فهم از او را انتقال میته به ما و شما. سعی کنین و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. و ان کلمه ان که است فی موضع نصب. خب از نگاه گرامر عربیش میگه که این چی واقع شدن در کلام؟ میگه در مکان نصب است، یعنی منصوب است. زیرا کلام که است یک چیز که کلمه که واقع میشه یا چهار حالت خالی نیست، یا مرفوع می باشه یا منصوب یا مجرور و یا مجزوم جزم، یا اینکه ساکن می باشه آخرش و دلیل باید داشته باشه، یا اینکه منصوب زبر یک زبر یا دو دانه دارد، یا مجرور دو زیر می داشته باشه یک، و یا مرفوع دو پیش یک، اگر کوره بعضی وقت مضموم میگه. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه میگه ای در مکان نصب است، منصوب است. یعنی در کجا منصوب است؟ به خاطر که میگه عطف و بالای اتلو است. قل تعالوا اتلو ما حرم، قل تعالوا اتلو بیاین که ما بیان بکنم اتلو ما حرم علیکم، آن چیزی که الله حرام کرده. حالی دیگه چی؟ و قل تعالوا بگو بیاین که اتلو و بیان بکنم ان هذا صراطی مستقیما، این گفت بیان کنم که اینی قرآن راه ما است. الله میگه مستقیم است، برابر است. این خب این مناسبش امامای لغت باز کلام عربی فرا و کسایی ایمی لغت است میگه از اینا نقل شده. و یجوز ان یکون خفضا، میگه جایز است که این مجرور هم باشه، خفض یعنی و ان هذا در مکان جر واقع شده. جر که باشد بازیش تو میشه که پیشتر گفت ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، معنیش تو میشه که ذالکم وصاکم به و بان هذا، الله اینمی احکام وصیت کردگی شما را حکم قاطع صادر کرده به ای و به ای که ان هذا صراطی مستقیم، وصیت کردگیش که قرآن راه ماست، یعنی الله دستور داده که به ای چنگ بزنین. خب صراط چی را میگه؟ الطریق الذی و دینه. صراط میگه راه را میگه که دین اسلام است. صراطی منصوب به سوی الله شده، راه ما. راه الله چیست؟ دینش از قانون نظام الله است که اسلام است. اسلام ان دین عند الله الاسلام، دینی که معتبر اسلام دیگه قرآن هم است، یعنی اینمی راه ما است که اسلام است، قرآن است. مستقیما، مستقیم چرا این منصوب است؟ یعنی دو زبر داره. میگه مستقیم نصب علی الحال، منصوب شده از جهت حالیه، یعنی این قرآن راه ما است در حالی که مستقیم است. حال یکی از جمله منصوبات. مستقیم یعنی در حالی که مستقیم است. مستقیم چه معنی؟ مستوی، برابر است. قیما، راست است. لا وجاج فیه، کجی ای وجود نداره، یعنی چیزی که به ضرر انسان باشد یک دستور وجود ندارد به ضرر انسان در دنیا و آخرت. الله یک امر صادر کرده باشه و مضر باشد، یا یک چیز منع کرده باشه و حکمت و فایده نباشه، و حتمی حکمت و فایده. مستقیم است یعنی واضح است، روشن است. پس الله متعال میگه که اینال سعی کنیم باز فامر، پس امر کرده که الله به اتباع طریقه، با تابعداری از راه خود، راه الله الذی آن راه طرق علی لسان محمد، که بیان کردگی سورار الله به زبان محمد صلی الله علیه وسلم، به زبان از او بیان کرده و شرع و الله را قانون جور کردگی است، امی راه خدا و دین نظام خدا. و نهایتش چیست؟ انتهای از این راه که تابعداری میکنی کجا میری؟ الجنه.
برای مرگ است. انسان با مرگ از دنیا خلاص نمیشه. مرگ است یک انتقال است از یک حیات به حیات برزخ، به دیگه حیات میری. از حیات دنیا میموری، در حیات دنیا میری به حیات آخرت، زندگی بعدی که برزخ است. بعد از او حیات بعدی است که قیامت است. بعد از او حیات دائمی است، یا در جهنم یا در جنت. الله ما شما جنت برسان و نهایتش جنت است. و تشعبت منه طرق، میگه از این دیگر راه ها بیرون شدگی است. از اینمی راه اسلام دیگر راه ها بیرون شدگی است. و من سلک جادت نجا، کسی که برای مستقیم راه اسلام بره نجات میفته، یعنی در دیگر راه های باطل نرود. و من خرج الى تلك الطرق افضت به الى النار، اگر کسی بیرون شود به راه های دیگه، من خرج کسی بیرون شد یعنی از راه اسلام برای دیگه بره، مثلا یهودیت، نصرانیت، سکولاریسم، کاپیتالیسم، هندویسم، بودایسم، قد ادیان باطلی که افزت به الی النار، کش کرده میشه به این طرف آتش، یعنی این مفزی میشه. افزت یعنی میبره ای آدم یه راه های دیگه به آتش میبره. و راه مستقیم که به کجا میبره؟ به جنت. راه مستقیم قرآن است، اسلام است، به جنت میبره. قال الله تعالی، الله در قرآن میفرماید ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، ولا تابعداری نکنید راه دیگر را غیر از راه اسلام. فتفرق یعنی تمیل و مایل میکنه شما را، جدا میکنه شما را، کم شما را عن سبیل، از راه الله، دین الله. خب این آیت ترجمه و تفسیر و تراکیب ایش بیان کرد. حال در ارتباط آیت احادیث هم است. پیامبر صلی این آیت با احادیث شرح کرده. بزرگترین تفسیر قرآن یا تفسیر یک آیت قرآن به حدیث میشه. حالا یک حدیث براتون بیان میکنه صاحب کتاب به فتح المجید، میگه ورا الامام احمد والنسائي والدارمي وابن ابي حاتم والحاكم وصحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل على من مجاهد ولا تتبعوا السبل ولا قال البدع والشهوات. سکنین در ارتباط از این حدیث بسیار زیبا پیامبر بیان کرده. و امام احمد که در مسندش بسیار کتاب مشهور حدیث است، یکی امامای مذهب احمد بن شرح زندگیش، امام نسائی را شرح زندگیش امام بود، امام دین یعنی مقتدا، مجتهد، حافظ حدیث. احمد ابن شعیب نامش احمد است، فرزند شعیب نسائی، منصوب به سوی صاحب سنن صغرا، صاحب سنن صغرا و الکبرى، یعنی دو سنن نسائی صغرا و الکبرى دوش از یک توفی سنه در سال 303 هجری، یعنی 11 سال پیش وفات کرده. و دارمی و دیگه دارمی را نقل کرده است. خب دارمی هم شرح زندگی ازی که امام است، این هم امام بود، حافظ حدیث ابو محمد، اسم کنیش عبدالله، نام اصلش عبدالله بود، ابن عبدالرحمن ابن الفضل التمیمی، از قبیله تمیم الدارمی، نسبت به توی دارم ابن مالک، ولد فی سنه تلتی. میگه در مثالی که ابن مبارک وفات کرد، ایم توفى فی ابن مبارک، ای تولد شدگی است. ولد فی سنه التي توفى فی ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک یک عالم بسیار کلان محدث است. در کدام سالی که او وفات کرد ای به دنیا 181، او در 181 از دنیا را ای به دنیا آمده است. و در این وفاتش در سال 255 هجری، یعنی 12 سال پیش، یوم ترویح و دفن یوم در روز عرفه. یوم ترویح همی روز 8 ذوالحجه که آنجا میرون، در این روز وفات کرده و در روز عرفه و دفن شده است. خب این هم حدیث. و ابن ابی حاتم و حاکم از هر زندگی زیادتر شد و حاکم میگه صحیح است از عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود صحابی جلیل القدر میگه و این حدیث هم خب گفتیم مینا نقل کرده امام دارمی، شماره حدیث 208، نسائی در کبرا شماره 211,174، احمد در مسندش جلد اول صفحه 3435 از حدیث عبدالله بن مسعود به می سیاق و می قسم. حاکم میگه که صحیح گفته و امام ذهبی موافقت کرده. امام ذهبی که با حدیث حاکم موافقت کنه او صحیح می باشه. و می قسم امام بخاری هم ماسل از این نقل کردگی است، شماره حدیث 6470، ترمیزی، دارمی، احمد، کلش از عبدالله بن مسعود.
چی میگه؟ میگه خط رسول الله، خط صلی الله علیه و سلم، خط بیاری. رسول الله میگه یک خط کشید به دست خود، یک خط کش کرد راست. ثم قال گفت هذه سبیل الله مستقیم، راه الله مستقیمه، یک خط راست کش کرد. ثم خط خطوطا، با در پالوی از دیگه خطا را کشید، تیسو یک خط تیسو رفته کج و بر طرف عن یمین ذالک الخط، از طرف راستش بان شما طرف چپ شما دیگه خطا را. این به خاطر فهماندن است. خب یکم دفعه تو مثالا بدی. ثم قال، باز گفت پیامبر و هذه سبیل لیس منها سبیل، اینی و هذه سبل، این راه دیگه خطا را که کش کرد، اینجا یک خط در پالیش دیگه خطا را، تو ایسونش دست راست چپ. باز گفت هذه سبل، این راه های است، لیس منها سبیل، که نیست در اینا یک راه، الا و علی شیطان، مگر در اینجا شیطان است. یا تویلی که دعوت میده، شیطانای جنی، شیطانای انسی. بعضی دعوتگران به طرف شیاطین است، به طرف شیاطین دعوت میتن، به طرف نظامای کفری. گفت ثم قرأ بعد از اون، مثل یهودیت، نصرانیت، سیکولاریسم، کاپیتالینا. ثم قرأ بعد از اون قرائت کرد که وان هذا صراط مستقیم فتبعونی، راه مز مستقیم قرآن اسلام، فتبعوا، تابعداری از ایرا کنین اگر میخواین گمراه نشین، ولا تتبعوا سبل، در این راه دیگه نروین، تابعداری از ایرا نکنین. و مجاهد رحمه الله شاگرد عبدالله بن عباس میگه ولا تتبع سبل، قال البدع و شهوات، یعنی تابعداری بدعت ها. سبل چی؟ بدعت ها، شهوات. دیگر راهی که خواهشات جور کرده، همین کاپیتالیسم، کمونیسم، سیکولاریسم، این کلش خواهشات، به این راه نروین. بدعت ها، من معتزله، مرجعه، خوارج، این راهی است که بدعت، یعنی از پیش خود در دین ایجاد کرد، از این چیزا دور شوین، از هر بدعت دور، دیگر راه ها دور شوین. قال ابن القیم رحمه الله، ابن القیم رحمه الله میفرماید که در ارتباط صراط المستقیم میگه ولا نذکر فی الصراط المستقیم قولا وجیزا، میگه حتمی ما یا بیان میکنیم در صراط المستقیم یک سخن کوتاه جامع را میگه. چرا؟ فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفات متعلقاتی، زیرا مردم میگه عبارات و بیانهایشان متنوع شده به اعتبار صفات متعلقاتش. همین صفات چی را که میبینن صراط مستقیم و آنچه که صراط مستقیم یعنی اسلام، قرآن با ارتباط داره، مختلف با عبارات های مختلفی را بیان کرده گیستن. و حقیقت شیء واحد، حقیقت راه مستقیم یک چیز است، اگر که با الفاظ مختلف بیان شده. کدام است؟ و طریق الله، و راه الله، دین الله، نظام الله، الذي نسب لعباده، او راهی است که الله را نسب کرده، وضع کرده به بندهای خود، موصلا لهم الیه، که موصلا که مردم وصل شوند به طرف الله. الله ایرا را تعیین کرده که به الله برسن. به الله چطور میرسی؟ که به ایرا بری مرگ تامت، باز به الله میرسی، در جنت ها میری. ولا طریق الیه سواه، دیگه هیچ راهی نیست به طرف الله غیر ازی. یکم تا بینی بیدینا به نام صراط های مستقیم، مثل سروش عبدالکریم سروش، یک سیکولر است. صراط های مستقیم، راه مستقیم. میگه یک یهودی هم از طریق یهودیت به الله میرسه، نصرانی از طریق نصرانیت. این کفر است کلمات، کسی گپا را بگه کافر میشه. هیچ کس غیر از راه دین اسلام و قرآن به الله رسیده نمیتونه. بله طرق کلها مسدوده. یعنی ابن قیم میگه راههای دیگه کلش بند است به مخلوقات، کل راه، الا طریق الذی نسب علی السن رسولی، مگر همون طریقی که الله را نصب کرده، تعیین کرده به زبان انبیا، اونمو است. و جعلوا موصلا لعبادته، الله را گردانیده وصل کنده به عبادت الله. میخوای تنها الله را عبادت کنی، یعنی میرا و افراد بالعبادت، که الله را تنها الله را عبادت کن، تنها از قانونش اطاعت کن. و افراد رسولی بتا، فقط تنها انبیا را اطاعت کن. دیگه کس عبادت اطاعت از الله رسول میشه، دیگه کس نه، از هیچ کس دیگه نمیشه. مگر عالم، اگر کسی میگه ما گپ علما را میگیره، گپ علما را که میگیری، عالم زمان گپش قبول است که گپ رسول الله صلی الله علیه و بیان. در غیر از او گپ عالم هم تو اونجا در حقیقت اطاعت پیامبر میکنی. تو اگر یک عالم مستقل بگوی هر چیزی که می عالم میگه گپش قبول دارم، مشرک میشی. یعنی میره اگر در تقلید است، بعد در تقلید افراد میکنه، شرک میکنه. اگر کسی پیر خدا بگوی هر چیزی که پیر صاحب میگه قبول دارم، این مشرک میشه، یا به دین میبره. فلا یشرک بی احدا فی عبادتی، الله شریک نمیکنه در هیچ کسی را، شریک نکردگیست در عبادت خود، هیچ کسی را الله میگه. ولا یشرک برسول اسم احدا فی طاعته، یعنی که فلا یشرک، شریک نکند امی انسان با الله هیچ کسی را در عبادت خود، هیچ کسی را غیر از الله، هیچ کسی را عبادت اطاعت نکنه. و کسی را با رسول الله در اطاعت شریک نکنه. صحیح کنه. ولی یگام تا میگه که نه ائمه دین غیر امام صاحبی تو، امام صاحبی پیامبر اینطور گفت، امام صاحب گپ پیامبر را بیان کرد، عالم گپ پیامبر را بیان کرد، عالم گپ الله را بیان، اینی تو بگوی.
امام صاحبی تو گفت، فلانی صاحبی تو گفت. حتی اگم تا ما از ما سوال میکنه میگه نظر شما در این باره چیست؟ میگه ما نظر شخصی نداریم، نظر الله چیست؟ نظر اسلام چی است بگو، دستور الله چی، الله چی میگه؟ صحابه میگفت که پیامبر صلی الله علیه و آله میگفت قل به ما آن چیزی که الله گفتگیست، حکم الله را به ما بیان کن. اینی را ایمان میگه، اینی را عقیده توحید میگه. سعی کنیم باز ابن قیم ماشاءالله در اوج توحید میگه فیجرد التوحید و یجرد متابعت الرسول. توحید میگه مجرد یعنی تنها از الله اطاعت کن، تنها از الله را عبادت کن، تنها از قانون الله اطاعت کن. و مجرد شد تابعداری فقط از پیامبر صلی الله علیه و آله میشه. این می دین است. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. سوره آل عمران. الله میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه. از الله و رسولش اطاعت کنید. هر چیز که از الله و رسول اطاعت میشه. او اولی الامر منکم. اولی الامر که از علما و یا در صورتی که گپش مطابق حکم الله و رسول. اطاعت از مخلوق مستقل هیچ وجود نداره. گپ اولو الامر اگه امیر است اطاعت میکنی در صورت گپش مطابق حکم الله باشه. زیرا پیامبر میگه فاذا امر بالمعصیه، وقتی که با معصیت حکم شه فلا سمع ولا طاعت، نه قبول میکنی نه اطاعت میکنی. لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، از هیچ مخلوق اطاعت نمیکنی در صورتی که گناه بر خالق باشد. در دو اطاعت تابعداری فقط از الله میشه، تابعداری فقط از پیامبر میشه. دیگه کسا گپش قبول میشه به شرطی که گپ الله و رسول بیان. اینی میره عقیده توحید میگن. و هذا بعد از امام ابن قیم میگه هذا کل مضمون شهادت الله. این کلش مضمون مطلب هدف شهادت الله الا الله. یعنی مطلب شهادت، معنای شهادت الله الا الله اینه میاد. شهادت هذا كله مضمون شهادت الله اله الا الله، شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله. یعنی می کلش مضمون عزیز که میگه شهادت و شاهدی بیتی اعلان کنی، باور کنی که غیر از الله دیگه معبودی وجود نداره که ذاتش عبادت شو از قانونش تاش و محمد رسول الله است. محمد فرستادهش تابعداری از میشه. بعد از میگه که ابن قیم فیوشین فسر به الصراط المستقیم فهو داخل فی هذا. هر چیزی که میگه تفسیر شود به او راه مستقیم، این داخل از دمی دو اصل اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله. دین می دو اصل داخل است که اول شهادت به کلمه توحید در عبادت و الوهیت الله و به رسالت پیامبر. نکته از این چیز میگه، راز از این چیز نکته تزار ان تحبه بقلبك و ترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع الا مامورا بحبي ولا يكون لك اراده الا متعلقه بمرضاتي. سیکم میگه ای تو میشه که تو الله را دوست بداری به قلبت، قلبا با الله محبت کنی و از او راضی شوی، با کوششایت کوشش بکنی که الله را راضی کنی. خب و ترضیه یعنی الله را راضی بسازی با کوشش، به عمل، کل اعمالت انجام بده. فیکون فی قلبک، در دل تو نباشد یک مکانی مگر معمور و آباد شده باشه با محبت الله. فهمیدین؟ اگر مسلمان در حدیث میاد الله را از همه کس که دوست نداشته باشه و مؤمن شده نمیتونه. ولا یکون لک اراده الا متعلقه بما، برای تو هیچ اراده نباشه مگر متعلق به رضای الله. هر چیزی که ارتباط به رضای الله داره تو همون چیز اراده کن، از پیش خود تو که چیز نکو. یگان تا این آرمان و می تو است، آرزوهای می تو است. آیا این آرزوی تو را، این آرمان تو را الله قبول داره؟ نه، او سپر تو. هر آرمان و آرزوی که الله از نفرت داره تو باید نفرت داشته باشی. آرمانت، اهدافت، خوشحالیت به رضایت و محبت الله و یک جای بکو که او قبول داره نداره. فالاول يحصل بتحقيق شهادت الله، اول میگه حاصل میشه به تحقیق شهادت الله اله الا الله، یعنی اطاعت از الله و محبت با الله. و ثانی دوم کس، یعنی اول که تابعداری الله به تحقیق ثابت شدن شهادت الله الا الله و دوم که تابعداری پیامبر است حاصل میشه به تحقیق شهادت ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. و هذا هو الهدى و دین، اینی هدایت دین حق، دین کامل است. و معرفت الحق و العمل به، معرفت حق عمل کردن به حق، بشناس، علم حاصل کو و عمل کو. شناختن و علم حاصل کردن به خاطر چی است؟ عمل. و معرفت ما بعث الله به رسول و القیام، این شناختن چیزی که الله به او پیامبر خود روان کرد و القیام به و قیام کرد پیامبر، یعنی قایم شدن به اطاعت از پیامبر، قایم شوی که از او اطاعت بکنی. و قل ما شئت من العبارات التي هذا آخیتها، میگه بگو آن چیزی که از عباراتی که میگه آخیه چی را میگه؟ آخیه مثل آرواست، مثل حلقه آهنیست که در زمین چی میشه؟
کوبیده میشه مثل کوکواره، باز همو حیوانات که دو بسته میشه شطور و گو اینا. میگه ریشه گپ اینمیست، یعنی کوکش نقطه مرکزی گپ اینمیست که ما برات گفتم. دیگه عبارات هایی که مختلف است. و قطب رها، قطب یعنی سنگ آسیاب اینمیست، یعنی سنگ اصلیش که همو آهنی که از دیگه آسیاب کلش سر از میشه، نقطه اصلیش اینمی است که ما گفتم که تابعداری از الله و تابعداری از رسول، محبت با الله و رسولش، شهادت الله الا محمد رسول الله. یعنی هر چیزی که الله و رسولش میگه فقط تابعداری ازی میکنم. گپ دیگه کسا زمانی قبول میکنم که مطابق با چی باشه؟ مطابق با حکم الله و دستور الله و هدایت پیامبر صلی الله علیه و سلم. به غیر از او قبول ندارم. یعنی این نقطه مرکزی است. قال بازی می وقال سهل ابن عبدالله یکی بود. سعد ابن عبدالله تستری یکی از زهاد بود، زاهد بود. زاهدی که از حلال کم استفاده میکرد، یعنی زیاد به دین الله عبادت میکرد، حلال هم کم میخورد، خوراکش کم بود. خوابیش در سال 283 وفات کردگی است. خب 1100 سال پیش، تقریبا 1100 سال پیش. یعنی که از علما اسمی علیکم بالاثر و سنت، و بالای شما واجب است، ضروری است به اثر و سنت، یعنی به نقل از پیامبر، چیزی که پیامبر گفته است، چیزی که صحابه نقل کرده. فینی اخاف، میگه من میترسم، این نوسیاتی عن قلیل زمان، کم زمانه تیر شد، میگه زمانه بیاد اذا ذکر انسان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی که یک مسلمان پیامبر یاد کنه و اقتدا از پیامبر که من تابعداری پیامبر میکنم، میگه من میترسم که تو در جميع احوال، در هر حالت تابعداری از پیامبر، در کدام طریقه هستی در طریق رسول الله صلی الله علیه و در کدام مذهب هستی در مذهب رسول الله صلی الله علیه و از چی تابعداری میکنی؟ از پیامبر میکنم. میگه من میترسم این تو زمانه بیا وقتی که بگویم من تابعداری پیامبر میکنم، در مذهب رسول الله صلی الله علیه و هستم، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و میکنم، اقتدا به پیامبر میکنم، امام اعظم پیامبر است، میگه زموه این تقبیحش بکنن، بدیش بگن و نفرت ازی بکنن. میگه میترسم که اینی تو زمانه نبیاد. و تبرؤ منه، و ازی به اعلان بیرزاری بکنن، و ذلوه و ذلیلش کنن، اهانتش کنن، حتی بکشندش. حالی همون تو زمانه شد. حالی که میگه بیاین تابعداری از الله و رسول، قل اطیعوا الله و رسول، قولوا لا اله الا الله و ان محمد، بیاین کلمه توحید بگوین، تابعداری از الله بکنین، از پیامبر کنین. مردم سره میگه ای به مذهب شد، ای به تنظیم شد، ای به ای شد، ای نامی وابی شد، ای پنجابی شد، هزاران نام سرت میمانند، تومتا میکنن، این راستی نفرت میکنن. این زمانه فعلا آمده. و میگه یا این سعی کنین 11 سال پیش گپ گفتم، 11 سال پیش گفتین تو زمانه میاد که وقتی تابعداری از پیامبری بیان کنی مردم تو را بد بگوین، یعنی مردم از اسلام فاصله بگیره. اینا سعی کنیم که قال ابن مسعود میگه، عبدالله ابن مسعود میگه که در متن کتاب من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی الله علیه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا بشيء الى قول وان هذا صراط مستقيم الآیه. سعی کنیم میگه عبدالله ابن مسعود گفت که کسی اراده میکند، قال ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود کی بود؟ خب اینا ما قبلا هم گفتیم اینا که کی بود، شهر زندگیش تیر شده. و قال ابن مسعود می من اراده، کسی اراده میکنه که نظر بکنه به وصیت محمد صلی الله علیه و آله، وصیتش که علی خاتم که او ختم که یعنی مهر زدگی است، ختمش کرده، فلیقرأ بخواند این آیت قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم تا این آیت و ان هذا صراط مستقیم فتبعوه، تا آخر اینا بخونه، یاد بگیره، عمل بکنه. یکم تا میگه وصیت پیامبر با ما چیست، پدر کلانش یک وصیت در حق اولادش کرده با چه قدر مهم میدانه. اگر پادشاه کسی را گفته باشه که این وصیت ما به فلانی ببر چه قدر میخوان، این میگه وصیت خاتم النبیین پیامبرت که تو با او ایمان داری، ایمان نداشته باشی کافر میشی، به جهنم میری، اینی وصیت میگه بخونه. عبدالله بن مسعود چی بود؟ عبدالله بن مسعود ابن غافل یکمی را تفسیرش میگه، همین شرح زندگیشه به موجمت وفاین، موجمه غافل یعنی چیز فا داره، غین است. ابن حبیب هزلی یا حبیب هزلی، ابو عبدالرحمن اسم کنیش، صحابی جلیل من السابقین اولین، صحابی بزرگ از سابقین اولین، کسایی که اول ایمان آوردن در مکه و زحمت ها را دیده. اهل بدر در جنگ بدر شرکت کرده، پیامبر اهل بدر بشارت جنت داد. و احد در جنگ احد یعنی مجاهد هم بود،
شرکت کردن. جنگ بدر سخت‌ترین جنگ بود، جنگ احد سخت‌ترین جنگ بود. و الخندق، خندق جنگ احزاب بسیار، یعنی در سخت‌ترین میدان‌های آتش جهاد شرکت کردگی است، یعنی مجاهد بود. و بیعت رضوان یعنی جنگ حدیبیه که است، پس آن به صلح شد. در اونجا که الله اعلان رضایت کرد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله میگه راضی شدم از مؤمنینی که در زیر درخت با تو بیعت کرد. یکش عبدالله بن مسعود و این خاطر بیعت رضوان میگه. و من کبار علمای بزرگان علمای صحابه، در صحابه عامی هم داشت، عالم هم، در علمایش از جمله بزرگانش میگه. امر عمر علی الکوفه، عمر رضی الله عنه خلیفه دوم ایرا امیر تعیین کرد در کوفه که شهرهای در عراق. و مات سنه 32 و در سال 32 هجری رضی الله عنه وفات کرده است. این چی میگه؟ این میگه اگر کسی میخواد به وصیت پیامبر سعی کند، اینی را بخونه. و هذا الاثر میگه این اثری را که ابن مسعود گفته است، رواه ترمذی، امام ترمذی را نقل کرده و حسن گفته، یعنی به درجه که مقبول است. و ابن المنذر اینی باز. ابن المنذر امام حافظ فقیه محمد ابن ابراهیم اصل نامش، فرزند منذر، صاحب کتاب تفسیر و کتاب تفسیر هم داره، کتاب الاجماع هم داره و غیره. در سال 242 در نیساپور به دنیا آمده است و در سال 311 هجری وفات کرده. در 242 در دنیا آمده، یعنی قرن 3، در قرن 4 وفات کردگی 318 وایل و قیل گفته شده 319 وفات کردگی است. یا واقعا یک از علمای بزرگ است، کتاب حدیث داره. در او آورده ابن ابی حاتم و طبرانی. ابن ابی حاتم گفتیم، طبرانی امام حافظ مسند عصرش، یعنی بخی معتمد بود. ابو قاسم سلیمان ابن احمد اللخمی شامی الطبرانی صاحب معاجم ثلاثه، معجم وسیط، معجم صغیر، معجم کبیر داره. توفی سنه 360 در سال 300 قرن 4 ایام وفات کردگی است. ایام در کتاب خود آوردگی است. و قال بعض میگه معنیش چی است؟ من اراده کسی که اراده داره، مسلمانی که نظر بکنه به وصیت پیامبر، یعنی گپای مهمش، اما وصیتی که او را نوشته کرده، کتبت کنا کتبت و ختم علیه، ختم که مور زدگی است. فلم تغیر، ختم چی معنی؟ این تغییر نمیخواد. لم تبدل، تبدیل نمیشه، کس تغییر داده نمیتونه. فلیقرأ بخواند قول تعالی، قل تعالوا الى آخر الآیات، اینی سی آیات بخوانه و عمل کن. شبه بالکتاب، میگیره با کتاب تشبیه داد، الذی کتب که نوشته میشه، ثم ختم بعد مور زده میشه، فلم یزید فیه ولم ینقص، نه کم میشه و نه زیاد میشه. چرا؟ فإن النبی صلی الله علیه و لم یوصی الا بکتاب الله، زیرا پیامبر وصیت نکرده بود مگر به کتاب الله. مثل که در حدیثی که کما قال فی ما رواه مسلم آوردگی است، روایت میکنه آخری حدیث است که میگه و اینی تارک فیکم ما این تمسکتم بی لم تضلوا، ما ترک میکنم، میگه باقی میمانم بعد از خود به شما چیزی را که اگر شما با چنگ بزنین هیچ گمراه نمیشه. تمسک چی را میگه؟ یعنی یاد گرفتن، عمل کردن. کتاب الله کو کتاب الله است. وقد روی عباده ابن صامت میگه ایره قد روى عباده ابن صامت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، عباده ابن صامت میگه ایره نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ایکم یباینو علی هؤلاء الآیات الثلاث، کدام شما بیعت میکند به امرای ما به میسه آیت. ثم طلا باز خان میگه اینی آیت ها را، قوله قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اینی را خوان. دوستا این آیت ها را خوب گوش کنین، خوب عمل کنین. حتی فرغ من الثلاث الآیات، تا 3 آیت فارغ شد. ثم قال، گفت پیامبر، من وفا بهن فاجر علی الله، کسی به وفا کنه، عمل کند، اجرش به الله. و من انتقص من شین، کسی کم کنه از یک چیزی را، فادرک الله بی فی الدنیا، الله را بگیرد در دنیا، یعنی عذابش بده. این زنا کنه جزا، یا قتل بکنه جزا، نکانت عقوبت، این جزایش در دنیا است. و من اخره الا اخره، کسی را که الله تاخیر کرد به آخرت، کان امر الی الله، یعنی اگر در دنیا جزا ندید، امرش به الله، کارش انشاء اخذ، و اگر بخواد او را میگیریش، و انشاء عفا عنه، اگر بخواد عفش میکنه، یعنی در آخرت. رواه ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم و الحاکم و صح و صحیح گفته، و محمد ابن نصر در اعتصام ایره نقل کردگی است. خب محمد ابن نصر هم یکی از علمای بسیار بزرگ است که عباده ابن صامت در این جامعه، یک محمد ابن نصر، عباده ابن صامت کی بودی؟ شرح زندگیش که صحابی جلیل القدر بود. عباده ابن صامت یکی از نقبا، یکی از بزرگای اهل مدینه بود. شاید در جنگ بدر شرکت کردن، یا مجاهد بود. و ما بعدش با وجه عمر الشام، دا عمر زمان به شام روانش کرده بود، حالا سوریه که میگه قاضی بود، معلم بود و در سال 35 هجری در فلسطین وفات کرده است.
و محمد ابن نصر کیست؟ این امام محمد ابن نصر ابو عبدالله مروزی فقیه در سال 202 به دنیا آمدگیست و در سال 294 در سمرقند وفات کردگی. یعنی این هم محدث است، در اعتصام کتاب شد، در اونجا آوردگی سی حدیثه. باز قلت این میگه، من میگم ولی ان نبی صلی الله علیه و آله لم یوصی امته، پیامبر وصیت نکرده امت خود را مگر به آن چیزی که وصام الله تعالی به علی لسان آن چیزی که الله این را وصیت کردگی به زبان پیامبر، آن چیزی را که الله متعال وصیت کردگی است به زبان پیامبر، همون چیزا میگه پیامبر. و فی کتابه الذی انزل، و در کتابی که الله را نازل کرده، تبیان لکل شیء، وضاحت میته هر چیزی که در امور دین است، و هدن هدایت است، رحمت است و بشرا للمسلمین. خب این آیات هم در سوره نحل آیت 89 و هذه الآیات، این آیات میگه وصیت الله تعالی، وصیت الله و وصیت رسولی صلی الله علیه و سلم. خب اینال یک چیز دیگه است اینجا که یک گپ مان که آیتی که پیشتر، حدیثی را که پیشتر گفتیم که پیامبر گفت که و اینی تارکم فیکم، ما با شما ترک میکنم بعد از خود باقی میمانم، آن چیزی که با شما به او چنگ بزنین گمراه نمیشین. کتاب الله را گفت. این حدیث امام مسلم شماره حدیث 1218، ابو داود شماره حدیث 190 و ابن ماجه در کتب حدیث مشهور که است 3074، کلش حدیث جابر است. در صفت حج پیامبر آمدگی است که گفتینی تارکم فیکم ما ان تمسکتم، چیزی را بعد از شما میمانم. که این گپ گفته در حج پیامبر صلی الله آخری حجش در اوجا آمد میگه گفت که وقد ترکت فیکم، ما ترک کردیم بعد از خود به شما. یعنی پیامبر صلی الله میفهمید که دیگه دنیا میره، آخری گپای خود گفته بود. و چی است که لن تضلوا بعده، چیزی را گفت ما ترک کردیم، ما ان لن وقد ترکت فیکم، ما به شما باقی ماندیم بعد از خود، چیزی را لن تضلوا بعده، هرگز شما گمراه نمیشید. الحمدلله که رسول الله دنیا رفت، چیزی را به ما شما مانده که ما با او چنگ بزنیم گمراه نمیشیم. نه حالا چقدر زمان گمراهی و فتنه است. گفت شما هرگز گمراه نمیشین بعد از او. چیز این اعتصامتم به، خب شرط چیز که شما چنگ بزنید محکم. اعتصام چی را میگه؟ که یاد بگیری عمل بکنی، قوی محکم باشید که در این راه تکالیف برداشت کنی. کتاب الله است، واقعا این را یاد بگیری. همین قسم شرح کتاب الله در حدیث که میاد، نه کتاب الله و سنتی هم آمده. و انتم تسالون عنی، بعد از میگه صحابه را گفت شما درباره ما سوال میشوین در روز قیامت. سعی کنیم مسلمانایی که در زندگی پیامبر حضور در صحابه را گفت شما و انتم تسالون عنی فما انتم قائلون، شما درباره ما سوال میشین در روز قیامت، چی جواب میتین؟ یعنی در روز قیامت الله بگه که ای پیامبر بر شما چی گفت، شما چی میگین؟ قالو، میگه صحابه گفتن در حج پیامبر، نه در عرفات، بسیار مخلوق بود، گفتن نشهد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، شاهدی میتیم، گواهی میتیم در روز قیامت که بدون شک تو ای محمد رسول الله قد بلغت، بدون شک تو تبلیغ کردی چیزی که الله برات گفته بود. کلش آسان دیگه، قرآن بود، اگر سنت بود، حدیث بود. مثل که الله در قرآن سورت مائده میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو تبلیغ کردی ای رسول، برسان آن چیزی که از جانب ربت به تو نازل شده. و ادیت، ادا کردی یعنی عمل کردی واقعا عمل کردی. و نصحت، خیرخواهی کردی، بسیار با الفاظ خوب و زیبا بیان کردی. و ادیت دیگه عمل کردی، تطبیق کردی، حتی رسول الله حکومت ایجاد کرد، تطبیق کرد نظام الله. بعد از فقال، میگه گفت پیامبر، اشاره کرد به اصبع سبابه یرفع السما، می اشاره کرد به ما انگشت سبابش، انگشت که ما و شما شاهدی میتیم، نه شهادت هم میتیم، بلندش میکرد به طرف آسمان. و یعنی که تو الان میگه به طرف مردم پایینش میکرد، اشاره میکرد، گفت که اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، 3 مرتبه گفت یا الله شاهد شو، یا الله گواه شو، یا الله گواه شو. یعنی که من دین چیزی را که تو مرا مکلف کرده بودی کلش مکمل درست هم قسمی که بود رساندم. خب او حدیث یعنی در حدیث صحیح و قوی است، در کتاب های مختلف است و ما شرحش گفتم. یه حدیث بعدیه که عباده بن صامت روایت کردگی است
که پیامبر هم گفت کدامتان بیعت میکند به این آیت آیه چطوست؟ این حدیث به درجه حسن است. امام حاکم جلد 2 صفحه 318 است، حدیث عباده بن صامت آورده و امام حاکم باز میگه که صحیح است. محدث امام ذهبی هم به امرش موافقت کرده و قرار. و ابن کثیر در تفسیر خود آوردگی جلد 2 صفحه 399 و نسبتش به ابن ابی حاتم داده. مدارش به سفیان بن حسین حافظ در تقریر میگه سقط مگر در زهری. خوبی هم از طریق زهری حدیث حسن است، یعنی اگر که بعضی او را صحیح گفتگی است خب حدیث به درجه حسن میرسه. شیخ عبدالقادر ارناؤوط هم حسن گفته، صحیح گفته، در ترجمهش در میزان آمدگی است. خب همین حدیثی که بیان شد حسن و صحیح، یعنی که بعد از این پیامبر هم گفت که به این کتاب الله چنگ بزنین، به سنت نبی چنگ بزنین و به این عمل کنین. یا آخری گپای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. الله توفیق عمل به ما شما را نصیب کنه. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.